عطا ابن ابی رباح سید اهل مکه بود، سرور اهل مکه، بزرگترین عالم اهل مکه. وقتی که خلیفه مسلمان ها به مکه به حج آمد گفت که من سیدکم، سید شما کیست؟ بزرگوارترین مرد شما کی است؟ گفتند که عطا ابن ابی رباح. این که شاگرد ابن عباس بود. بینیش مانند باقلاجان بود، چشمش نابینا بود، رنگش سیاه بود، دست و پایهاش معیوب بود، شکستگی بود، یعنی درست راه گشته نمیتوانست. من سیدکم، بزرگی شما کی است؟ گفتند که عطا ابن ابی رباح. اصلش مملوک است، اصلش غلام هست. ببینید علم او را چه خیلی کرد. سیدی شما کی است ای اهل مکه؟ گفتند عطا ابن ابی. بمن سعدکم، و چی این سیدی شما شد؟ لم یحتج ما الی ما عندنا، حاجت پیدا نکرد با اون چیزی که در نزد ماست. و پول و مال ما چشم حلال نکرد، از ما چیزی حاجت خود را به ما نگفت. ما به او محتاج شدیم و ما محتاج نشد، ما به او محتاج شدیم. این به علمش. حتی خلیفه هم وقتی که سوال دادنی بود در نوبت ایستاده بود. یعنی بسیار آدمی عالم بود.